سلام خدمت اعضای کانال دست به آچار. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. شاهین و ما چند روزی از فروختیم رفته و الان سوار تارا شدیم. به جرات بگم 1.5 سال بیشتر از 18 ماه اون شاهین زیر پامون بود. حالا برای تنوع با بودجه‌ای که داشتیم سوار تارا شدیم. الان به عنوان یک مصرف کننده دارم این دوتا رو با هم مقایسه میکنم که بگم کسی که میخواد شاهین بخره، کسی که میخواد تارا بخره، کدومش میتونه بهتر باشه براتون. فقط این نکته رو بگم، من مثل این کانال‌های بررسی نیستم که ماشین رو یه دقیقه بهشون میدن توی نیم ساعت بررسی میکنن و بهتون میدن میره. الان تقریبا 1000 تا 2000 تا با این ماشین رانندگی کردم، با اون ماشین شاهینمون که 25000 کیلومتر رانندگی کرده بودیم و یه تجربه خوبی در مورد شاهین داشتیم. حالا انشالله که از محتویات و اطلاعاتی که ما توی این کانال نشر میدیم شما استفاده کنید. سابسکرایب، لایک هم یادتون نره و ما رو همیشه همراه داشته باشید. با همدیگه میریم میبینیم چند تا از این گزینه‌های تارا که ببینیم آقا حالا این بهتره یا اون. با ما همراه باشید. دوستان توی این ماشین که نشستم احساس میکنم اولا که داشبورد خیلی تو حلقم بود. ما قبلا یه تست و بررسی ساختیم ولی اون تست و بررسیمون خیلی کوتاه بود، ولی الان این دیگه داریم با این ماشین زندگی میکنیم و یه چیزاییشو قشنگ داریم باهاش بالا پایین میکنیم. استارتش که سمت چپ بود که یه چیز عجیبی هم نیست، از سمت راست که مال شاهین بود آوردن سمت چپ. به نظرم سمت راست خیلی بهتر بود. حالا یه جورایی اینا ادای بی ام و اینا رو در آوردن که استارت رو برداشتن گذاشتن سمت چپ. مشکل بعدی که من توی این ماشین داشتم موقعی که گرفتمش، الان چون فصل زمستون هستیم، بعد از این که من موتور رو باز کردم، خب اولین چیزی که توی ذوق من خورد بعد از باز کردن موتور این بود که مثلا شما همین کف خیابون رو میبینی. نگاه کنی مثلا شما همین ماشین که سوار میشید در موتورشو باز میکنی، اولین چیزی که سرتو میبری نگاه میکنی سینی زیر موتور نداره. رفتیم نگاه کردیم دیدیم بله یه سینی زیر موتور داره، اون کوتاه و پلاستیکی هم هست و عقب تره. حالا ما این اهرمو بزنیم. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم، همین موتور 1600 TU5 پلاس روی شاهین هست، روی دنا هم هست و الان سایپا هم داره همینو میذاره روی ماشین شاهینش TU5 پلاس 150. الان آبان 1401 هم هست، داره ماشینشو میفروشه. حالا گفتم گیربکس هم DAC که این همه 6 دنده با دنا یکیه. حالا روی شاهین هم قطعا همین جوریه. موتورم که همون موتور 206 و دقت هم کردیم نگاه کنیم مخزن آب انبساط رادیاتور خیلی کوچیک شده. تو رانا هم دیده بودم کوچیک‌تره ولی دیگه الان این دیگه به نظر من اندازه یه کاسه ماسه. ECU ایناش که خیلی دم دست بود، به نظر من میتونه خطرناک باشه برای دزدی چون خیلی دم دسته. حالا من برم پیگیر بشم ببینم این محافظی چیزی میتونیم براش داشته باشیم که یه ذره خطر نداشته باشه. بعد نکته دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این طرف این بود که آقا ما الان اینجا نگاه رادیاتورها رو میبینید، این بر خالیه. این رادیاتورش رادیاتور بلندی هم نیست، میتونه رادیاتور بلندتری باشه برای خنک‌کاری بهتر. این بر کلن خالیه. این حالا چند تا چیزی بود که من توی یک نگاه بهش رسیدم. دست با چار بعد برم که ماشین تشخیص کارشناسی بدم بهم گفتن رانا بدنه ضعیفی داره و این جوشایی که میبینید مثلا اینجا هست اینا تو تصادفات به راحتی کنده میشه. ولی حالا ما اگه بخواست به این امید ماشین بخریم هیچ وقت نمیتونستیم ماشین داشته باشیم، همه ماشینا ایراد دارن. در کل این چند تا چیزی بود که از موتورش دیدم. الان دقت کنید
با وجود که ماشین خیلی کم کار کرده، در 17,000 کیلومتره، ولی رنگای سپرش ریخته که بعد از کارشناسی مشخص شد این رنگای روی سپر به خاطری که پشتش مواد نگهدارنده رنگ رو نمیزنن رنگا میریزه. نفر قبلی روی این ماشین لاستیک 205 انداخته، 205 و 50 16. به نظر من این پهناش که بزرگتر و بهتره، توی جاده که حالا باش داشتم میرفتم پایداری ماشین رو خیلی بهتر کرده بود، با وجودی که شاهین و تارا نسخه فابریکشو که ما داشتیم 185 بود. حالا این تستی که ما داریم میکنیم الان خود افتادم. آره یه ذره اینجاش شد هست به نظر من. یه تصادفات راست میگه اینجاش. یه نکته‌ای که من سوار این ماشین شدم خیلی داره اذیتم میکنه، همین شیشه بالا برای برقی عقب و جلوشه که واقعا الان میگه مثلا شما کمربند بسته باشی دستت نمیرسه، با حتما بیای جلو تو بتونی شیشه ها رو بالا پایین کنی. ولی یه آپشن خیلی خوبی که داره اتو هست و شما میتونید با یک بار زدن شیشه رو باز و بسته کنید که توی شاهین این قابلیت وجود نداشت، ولی توی شاهین روی دستگیره بود. حالا من شنیدم V4 های تارا همه اینا رو برداشتن و بردن گذاشتن روی دستگیره. در باز کردن دستگیره خیلی دوره به نظر من. اصلا احساس میکنم مثلا ارگونومی شاهین تو در باز بسته کردن خیلی بهتر بود، خیلی دوره احساس میکنم، خیلی یعنی جای اینجا میبینید من حسمو دارم میگم ما جالب بود ولی ایدئال نیست. بعد این نکته هم که خدمتتون عرض کنم، سانروف این ماشین بزرگتر از شاهینه، یعنی کسایی که سوار این ماشین شدن گفتن چقدر سانروفش بزرگتره. حالا نمیدونم از لحاظ ابعاد با شاهین چقدر فرق داره، من سویچو باز کنم با چقدر فرق داره، ولی در کل بهم گفتن بچه‌ها که سوار این ماشین شدن گفتن این سانروفش خیلی بزرگتره. جالب بود. فرمونی که برای این ماشین استفاده کردن این قابلیت پارچه‌ایش خوبه و دیکاتش به نظرم خیلی بهتر از شاهینه. شاهین حالا پلاساش دیکات شده ولی ما حالا پلاسشو صحبت نمی کنیم چون موقعی که داریم ماشین ضبط محتواش میگیریم شاهین تازه چند ماه نسخه پلاسش اومده توی بازار. بعد شاهین سانروفش 2 تا دکمه داشت که شما میتونستی با دکمه‌هاش کار مختلفی انجام بدی، ولی کلا این یه دکمه براش گذاشتن، با این فشار میدیم یک حالت میره عقب، با این هم تا هر جایی که بخواید میتونید نگرش داری. ولی شاهین شما میزدی اتوماتیک یا باز میشد اتوماتیک بسته میشد. این قابلیت خوبشه. یه قابلیتی هم که این داشت جالب بود، این چراغی که تو سمند 20 سال پیش هم وجود داره ولی تو این هست، توی شاهین وجود نداشت. بچه ماشین دست دوم که میخرید حتما کارشناسی هم ببرید. ما الان این ماشین رو با 17,000 کیلومتر کار کرد خریدیم، ولی در کل یه تارای دیگر رو که برده بودیم کارشناسی، با وجودی که از نمایشگاه میخواستیم بخریم برگشت بهمون گفت ماشین رنگ نداره، ولی ما به حرف اونا اکتفا نکردیم و ماشین رو بردیم کارشناسی. گلگیر در و نصف کاپوت رنگ داشت. به این نمایشگاهی ها زیاد اعتماد نکنید، اینا یه کوچولوی شیطنت میکنن تو خرید و فروش ماشین، سرتون کلا نره. ولی حالا این نکته هم هست. من در مورد ضبطش بگم،
ضبط شاهین به نظر من با این ضبط خیلی تفاوت خاصی نداره، ولی امکاناتی که تو این ضبط به شما میده از ضبط شاهین خیلی بهتره. یعنی من احساس میکنم که چه عرض کنم، الان که دارم باهاش کار میکنم تنظیماتی که به شما امکان کاستومایز میده توی ماشین تارا خیلی بیشتره. فقط یه نکته خیلی بدی که ماشین تارا داره اینه که شما نمیتونی در هنگام حرکت فیلم نشون بدی یا فیلم ببینن بچه‌هات. باید حتما این ضبط رو ببری یه شرکت هایی با سیم کشی، چون داره از ECU فرمان میگیره. ECU هم برای خاطر اینکه خطر نداشته باشه برای سرنشین میاد اجازه پلی کردن فیلم رو شما نمیده. برای همین این ضعفه که حالا باید حتما دوری یه هزینه بریم بکنیم تو بتونیم این قابلیت رو بهش اضافه بکنیم. بعد یه قابلیت خوبی که توی شاهین بود توی این نیست. شاهین میشد دریچه هواشو بست، قفل کرد، ولی این دریچه‌هاش بسته نمیشه، دریچه‌هاش همیشه بازه، غیر از که شما به وسیله ایر کاندیشن ورودی رو ببندین و باز کنین. وقتی دریچه‌ها بسته نشه بعضی موقع به خاطر حالا کیفیت یا نحوه ساخت این قطعه همیشه یه بادی چیزی دارید میاد. بعد این دستاش که کرومه به نظر من خوبه، یعنی یه رنگی چیزی داره، جذاب بود. حالا ما عقب بریم سوار شیم. حالا درهای شاهین خیلی یخچالی تر بسته میشد تا درهای تارا، دلیلشو نمیدونم، ولی من این نکته رو بگم، صندلی شاهین خیلی بهتره. الان من چند روز سوار این ماشین هستم، با وجودی که مصرف کنندگی هم دارم به قضیه نگاه میکنم، ولی صندلی شاهین خیلی بهتره. مثلا اینو بدم بالا که بتونم حالا بشینم، چون کمرم میگرفت، میخوام سرامو بذارم. این الان خوبه، میبینید من الان سرامو گذاشتم، ولی این حالت ارگونومی، یعنی مثل توی راحتی نیستی. یه جورایی صندلی شاهین خیلی بهتر بود. یعنی به نظر من شاهین، حالا میگن تویوتا یاریس بوده اتاقش، حالا نمیدونم صندلیش هم مال هموناست، ولی صندلی شاهین خیلی بهتره. حالا من نمیدونم با این صندلی بتونم چقدر دووم بیارم، چون اگه بدونم اذیتم میکنه قطعاً تارا زیاد مهمون ما نخواهد بود. یه نکته هم که من در مورد داشبوردش به شما بگم، عرضم به خدمت شما نگاه کنید، داشبورد عین تونل اون ته و هرچی شما بریزی توش شاید جا بشه، ولی با دست انداز و سرعتگیر هر چیزی که شما حرکت میکنی تلق 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 صدا میده. یعنی اینا چیزاییه که شاید هیچ که به شما نگه ها، ولی من چون دارم میبینم دارم میگم تق تق، یعنی دست انداز سرعتگیر هر چی میری عین مثلا یه بخچه داره اون تو صدا ایجاد میکنه که نظرا جذاب نیست. و یکی از مشکلات دیگه‌ش هم نگاه کنید، این رودری ماشین درست بزرگ خوبه، ولی آقا برای گذاشتن لیوان اصلا خوب نیست. یعنی من هرچی لیوان میذاشتم توی این ماشین، تو هر سرعت گیری، تو هر جا ترمز دادم تلق تلق عقب جلو میشه، ولی شاهین این دوتا قسمت جای لیوانی داره و به نظر من خیلی خوبه. یه مشکل دیگه ای که من توی شاهین نداشتم ولی تو تارا دارم، نگاه کن این چیه تو رو قرآن. یعنی من کلا چیزی که میتونم بذارم توی باکس زیر دست راننده یه عینک، یه دفترچه و خودکار با یه نخ دندون. یعنی من زورشون میگرفت اینو تو پایین بیارن، ولی شاهین ماشاءالله تا اون پایین هست ایدئال. یعنی تو هر چی دلت میخواد میتونستی بریزی. ترمز دستی تارا واقعا من اذیت میکنه. یا که الان شما میخواد این الان ترمز دستی میخوام بکشم بالا، بذاری من بدم. الان فکر کنم من راننده نشدم، نگاه کن دستم، نگاه کن کج میشه، یه اصلا خوب نیست. خب بابا این چه طراحیه. حالا شاید اتومات ویچاراش دیگه اتو هول داره و اصلا شما نیاز به دستی کشیدن نداری، ولی خب این تارهایی که داره تولید میشه دنده ایش هم هست، اتومات ویدوش هم هست و این مشکل داره من اذیت میکنه. این مشکلی که یعنی مشکل که نه، یه قابلیت خوب که داشت توی تارا این بود که 2 تا فلش میخوره، یکیش میتونید کارپلی داشته باشید موبایلتون رو وصل بکنید، یه دونه فلش
که این خوش یه آپشن خوبیه که شنیدم اینم میتونیم به 12 ولت تغییر بدیم برای اینکه مثلا ما بتونیم باهاش چیزی رو شارژ کنیم. و یکی از مشکلاتی هم که من اصلا حال نکردم باهاش، نگاه کنید PRND این اینجاست ولی شما از اینجا درگیر میشه. یعنی شما الان بخوای رو این نگاه بکنی، الان پی نگاه کجاست؟ اون ته خود پی رو بیار بذار اینجا. چی میشد که وقتی میاری پایین بفهمید چی میگم. الان چون ماشینم خاموش هست نمیتونی زیاد اعمال فرایند داشته باشی. این وسطش هم به نظرم اینجوری شیب بهش دادن، اومدن شبیه پرشه مرشه در بیارن که خیلی هم نتونستن. یکی از مشکلات دیگهش این بود که توی تارا تو این چند روز دکمه آف نداره. یعنی اگه شما فن رو روشن بکنی، برای خاموش کردن فن با 20 بار اینو بزنی تو خاموش بشه که سرعت فن کم بشه. ولی توی شاهین شما به راحتی میتونستی با زدن این دکمه آف فن رو خاموش کنی. این AC Max هم که خودتون میدونی کولر شدت زیاد میگه در حد چند دقیقه ماشین رو میتونه خنک کنه. اینم که عادیه. این دکمه زدن بخارزدایی به صورت اتوماتیک 7 دقیقه روشن میمونه. 7 دقیقه شما ولی میتونی زودتر خاموشش کنی. بعد از 7 دقیقه خودش خاموش میشه. دوستانی که خودرو اتوماتیک دارن برای شستن موتور خیلی دقت کنن. اینکه شما میرید اینجا این سلکتور گیربکس، اگه آب بره تو این قطعا شما رو دچار مشکل میکنه و شاید گیربکستون تقه بخوره. خیلی دقت کنید که این اتفاق براتون نیفته. نکته که در مورد صندوق عقبی ماشین بگم، از شاهین بزرگتره. یعنی شاهین خودش خیلی بزرگ بوده ولی از شاهین این خیلی بزرگتره. جالب بود برام. یعنی قشنگ یه آدم میتونه بره توش، با وجودی که شاهین هم خودش از صندوق عقب بزرگی بهره میبره. فقط یه نکته هم که من بگم توی شاهین، حالا من نمیدونم این نداشت این داشت، توی شاهین یه جعبه آچاری هم بود ولی توی این ماشین جعبه آچاری وجود نداره. اون که آچار چرخ و لاستیک، اینم که خودم گذاشتم. یه دونه اسپریه که فکر کنم هم شکسته سر برای پمپش. چون ما این ضبط رو توی چند روز گرفتیم که مسائل و مواردشو بهتون بگیم، مثل تو شب، تو روز، توی حالا مسیر. برای مانور دادن شاهین به نظرم خیلی قدرت مانور پذیری بهتری داشت. تارا با وجودی که پر از آپشنه ولی تو دست من نیست، نمیدونم چرا. شاهین خیلی بیشتر تو دست من بود. حالا من نمیدونم علاوه طولی این ماشین چقدر بزرگتر از شاهینه، ولی شاهین خیلی توی این قدرت مانوردهیش بهتر بود. حالا با وجودی که اون دنده‌ای هم بود، این اتوماته کلی دارم عرض میکنم چون شما با ماشین دنده‌ای خیلی بهتر میتونی کارهای مانوری انجام بدی، به قول خودمون شیک پلیس بازی. ولی در کل توی تارا این ضعف رو من دارم میبینم، یعنی خیلی بهش مسلط نیستم. توی یه پست قبلی هم که شاهین تارا رو گرفت بودم باشه دور زدم در حد چند ساعت، این مشکل رو گفتم که من خیلی حس تو دست بودن توی تارا ندارم. و مشکلی هم که بخواستم خدمتتون عرض کنم، توی تارا تو هر شرایطی شما باشید دنده عقبو بزنی یه لوک یه تقه خیلی محکمی میخوره که من تنها راهی که حالا راه که نه، روش استاندارد برای تعویض دنده مثلا بعد از پارک اینه که شما اول ترمز دستی رو بکشید بعد ببرید روی پارک که چون چرخ دنده‌ای که یا اون اهرمی که میره چرخ دنده رو میگیره توی فشار اتفاق براش نیفته، تو حالت استیبل بره محل قرار گیریش قرار بگیره. این نکته بود که حالا بچه‌ها هم در جریان باشه. این تقه‌ای که میخوره برای اینه. خیلی ها میگن بابا روغن عوض بکنی و این حرفا، شاید هم روغن خوبم بریزیم تاثیر داشته باشه، ولی این تقه‌ای که من میبینم رو دنده عقب تارا میخوره، بعید میدونم با تعویض روغن مشکلش حل بشه. حالا انشالله که این موارد خوبی بوده باشه و بتونه بهتون کمک کنه. دوستان برای پارک درست ماشین دنده اتوماتیک
وقتی روی درایو هست قبل از که ماشین رو ببرید روی پارک چیکار میکنید؟ اول ترمز دستی رو میکشید که ماشین تو حالت خودش استیبل بشه، بعد ببرید روی پارک. اینجوری دیگه قطعا ماشینتون تقه نمیخوره، خیالتون راحت. تو دنده عقب هم باشه تقه نمیخوره چون مستعد تقه خوردن هست. لااقل با این کار مخصوصا تو سربالایی سرپایینی باعث میشه که از روی پارک بخواید بیاد روی آر تق یه صدا نده. خیلی حواستون باشه. یه نکته که در مورد نور این ماشین با شما بگم، نور بالاش خیلی خوب و عالی بود ولی نور پایین این ماشین خیلی بد بود. یعنی عملا یک کپه جلوی ماشین رو روشن میکرد که اینو من بعد از تحقیق متوجه شدم که باید نور پایین این ماشین رو ببریم تنظیم کنیم. مثل این که نور پایین این ماشین زیاد تعریفی نداره و حتما با بریم تنظیم کنیم. الان من توی همین 1000 تا 2000 تا که داشتم میرفتم اصلا نور پایینش این فقط یعنی دمت توی جاده قطعا دچار سانحه میشه کسی بخواد با تارا به صورت فابریک بره حرکت بکنه، چون احتمال داره اصلا جلوت نمیبینی. لااقل 100 متر که چه عرض کنم 5 متر هم بهت نشون نمیداد. بچه‌ها در مورد نورش صحبت کردم، میبینید فاصله تا کوچه کجاست؟ این نور پایینش اینجاست. یه ذره تنظیم نور پایینش خوب نیست که حالا باید این مشکل رو برم حل بکنم. دوستان یه نکته در مورد فرمون برقی و کمک برقی تارا بگم. حالا شاهین هم فرمونش برقی بود دیگه کمک، ولی نگاه کن این فرمونش سفته. فرمون این سفته. من شاهین رو با یه انگشت میچرخوندم بدون فشار زیاد، ولی اینو باید خیلی فشار بیارم. این نکته بود که حالا کسایی که با شاهین رانندگی کردن قطعا میدونن شاهین خیلی فرمونش نرمه. یعنی به نظرم خیلی عالیه، یعنی حرف نداشت. ولی این ماشین ESP داره. حالا جدیدن رو شاهینام ESP گذاشتم ولی این روش ESPه. به نظرم کنترل پایداری خیلی مهمه. تو ماشینایی که شتاب زیادی دارن کنترل پایداری حرف اول میزنه. بعد این نکته هم گفتم بگم، حالا با وجودی که این ماشین 17000 تا هم کار کرده آثار رفتن و یعنی سایش چیزی نمیبینیم. همه چیش به نظر من کیفیتش بد نبوده. با وجودی که من توی شاهینم سوار شدم، توی شاهینم کیفیتش خوب بود و آثار سایش چیزی نداشته. من اینو از نزدیک به شما نشون میدم که اگه سایش چیزی باشه شما رعایت کنید، ولی شرایط خوبیه. نکته‌ای که با خدمتتون عرض کنم، تنظیم آینه توی تارا واقعا سخته. یعنی اینو براشتن بردن گذاشتن سر کوچه، یعنی اگه اینجا می بود چی بود؟ بعدش هم شما اصلا بخواید این جمع کنید آینه رو دکمه این نداره. من دفترچه هم زیرو کردم هیچ جوری متوجه نشدم، ولی فهمیدم که شما اینو میارید تا سمت یکی از سمت‌ها و بعد میچرخونید و آینه بسته میشه. توی استاندارد 85 گانه که حالا من نمیدونم من در آوردی چیه کجاست اصلا کجا نوشته چه کاره برای ماشین کردن، توی شاهین وقتی سوار میشدیم معذرت میخوام درب ها بعد از روشن شدن ماشین و حرکت قفل نمیشد، ولی این ماشین طبق روال همه ماشین‌های فرانسوی راحت دراش قفل میشه که شما میتونید غیر فعال یا فعالش بکنید، ولی روش فابریک هست. اگه شاهین میخواستی بری دراشو قفل بکنی بعد از حرکت با میرفتی همین جایی از همین کلینیکای تخصصی خودرو برات یه با کار برقی یا بس کردن یه قطعه‌ای مشکل حل میکردن. سنسور باران این ماشین هم به نظر من خیلی خوبه. کاش که روی شاهینم سنسور باران بود، فقط سنسور نوره. حالا این آپشنی بود که روی این ماشین هست، به نظر من اتفاق خوبیه. دستپاچار سنسور باران که میبینید با یک اهرام فعال میشه، توی آمپر هم داره نمایش داده میشه و بعد بر اساس مدار یا سنسوری که پشت آینه قرار داره شدت باران تشخیص داده میشه و سرعت
مشخص میشه. یه آپشن خوبی هم که داره، من میدونم یعنی شما الان پراید، خاور، کامیون، هاپان بخری میتونی سقفشو برات بدی چراغونی کنن، ولی به صورت فابریک عقب و جلو چراغ سقفی داره، ولی توی شاهین عقب نداره. میدونم میشه رفت گذاشت، ولی همین که خودش داره یعنی یه باری رو از دوش ما برداشته. این خودش آپشن خوبیه. عقب و جلو چراغ به قولن برای سرنشینا وجود داره. دوستان توی تارا دیگه دکمه یا با خودمون فشنگی چیزی برای قفل در نداره. میبینید این دیگه یک سره شده، ولی توی شاهین شما میتونی هر در رو جداگونه قفل بکنی. به نظر من اون آپشن خوبیه که توی شاهین نصب هست، شما میتونی هر در رو مجزا قفل کنی، ولی توی تارا همه چی یک پارچه است. نکته هم که باید خدمتتون عرض کنم، چهارچرخ دیسکیه، یعنی چرخه عقب، چرخه جلو همه دیسکی. حالا چرخه جلو که همیشه دیسکی بود ولی عقبش هم دیسکیه. انشالله این صحبت‌های خیلی کوتاه و خودمونی که در مورد تارا و شاهین داشتیم به درتون خورده باشه. من خیلی قصد خراب کردن شاهین یا تارا رو ندارم، ولی به عنوان مصرف کننده دوست داشتم اطلاعات و تجربیاتی که با این خودرو داشتم و برای شما به اشتراک بذارم. حالا ما این تارا رو یه سال دیگه داریم، میریم حالا تا ببینیم چه اتفاقاتی، چه مشکلاتی، چه آپشنایی، چه چیزایی داره تا برای شما یکی یکی شرح بدیم. با ما همراه باشید. سابسکرایب، لایک یادتون نره. خدا نگهدار. صفحه اینستاگرام و کانال ما را در تلگرام دنبال کنید. دست به آچار.